سلام عرض میکنم. کامران یارایی هستم. دوباره اومدیم خدمت شما تا ببینیم خداوند برای ما چی داره. رو درس محبت، اول قرنتیان باب 13. اینو چند بار خوندیم، دوباره هم باید بخونیم. اگر تمام عمرمون هر روزم بخونیم بازم کمه. اگر به زبانهای آدمیان و فرشتگان سخن گویم، محبت نداشته باشم، مثل زنگی پر صد صدا و سنجی پر هیاهو بیش نیستم. اگر قدرت نبوت داشته باشم، بتوانم جمله اسرار و معارف را درک کنم. اگر ایمانی داشته باشم که بتوانم کوهها را جابجا کنم، اما محبت نداشته باشم هیچم. اگر تمام دارایی خودم را صدقه دهم و تن خویش را به شعله آتش بسپارم، اما محبت نداشته باشم هیچ سودی نمیبرم. پولس رسول از تجربیات خودش گفت، چون خیلی برای عیسی مسیح کار میکرد، به جایی رسید که خداوند بهش نشون داد از طریق تجربه های روزانه. چقدر طول کشید خداوند میدونه. به اونجا رسید که گفت اگر محبت نداشته باشم هیچم. چرا؟ چون خداوند محبته. توی درس‌های قبلی گفتیم محبت بردبار مهربان است. اون یه درس ما بود. محبت حسد نمیبرد. متوجه شدیم که تو قلب ما حسودی هست، تو فکر ما. محبت فخر نمی فروشد و کبر و غرور ندارد. متوجه شدیم که یه جورای غرور تو قلب ما یا تو فکر ما هست. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید. برنامه بعدی راجعش صحبت میکنیم. به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. اینو امروز میخوایم صحبت کنیم. محبت به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. من موقعی که ازدواج کردم متوجه شدم که چقدر خشم تو من هست و آخه خانومم اهل تکزاسه. چقدر خشم تو دلم هست و چقدر کینه میگیرم. البته به خانومم زیاد کینه نگرفتم، ولی متوجه شدم یه جورایی کینه تو قلبم هست. من یه روزی با خانومم داشتم صحبت میکردم، یه جورایی یه چیزایی گفت، حالا مثلا به من برخورد یا غرورم شکست یا فکر کردم بی احترامیه، ولی آزادی بود، ولی من فکر کردم بی احترامیه. خیلی خشمگین شدم، مثلا یه جورایی خشم از تمام صورتم اومد بیرون. سالهای پیش بود، 15-14 سال پیش. بعد رفتم قدم زدم با خداوند صحبت کردم، گفتم خدایا چیکار کنم؟ حس کردم تو قلبم خداوند بهم گفتش که برای خانم دعا کن. من پیش خودم گفتم که آقا من الان اومدم پیشت که یه چیزی به من بگی، داری طرفداری میکنی من براش دعا کنم. من الان خشمگینم. حس کردم خداوند دوباره گفت براش دعا کن. تو قلبم اومد که براش دعا کن. من گفتم که خدایا حتی من اگر هم بخوام الان دعا کنم نمیتونم دعا کنم، اصلا اسمش هم نمیخوام ببرم، نمیخوام دعا کنم. بعد هر کاری کردم دیدم که چیزی تو قلبم نیامد. گفتم خب خیلی خوب، خدایا ازت میخوام به سوزی برکت، نه خدایا ازت میخوام بهش برکت بده. اسمو نبردم، بهش برکت بده. از تقلب که نبود. خدایا ازت میخوام واقعا یه جورایی بهش برکت بده. متوجهش کن که چقدر کارش بده. نه بهش برکت بده. دیدم نه. یه دفعه نفس عمق کشیدم، گفتم خدایا ازت میخوام به سوزی واقعا برکت بدی. آره میخوام بهش برکت بدی. معذرت میخوام که من عصبانی شدم. تا اینه که گفتم انگار یه پرنده اینطوری پر زد از حالا فکرم بود، قلبم بود، کجا بود، جونم بود، رفت. یه دفعه به خودم اومدم، انگار بیدار شدم. گفتم خدایا من خشمگین نبودم. متوجه شدم اون روح خشم بود که اومد تو تنم. پس اینجا میگه به آسانی خشمگین نمیشود. حالا ما انسانیم، یه جورای خشمگین میشه، مثل همون که همیشه گفتم، محبت کردن مثل دوچرخه سواری کردن. زمین میخوریم بلد نیستیم، یا مثل رانندگی تصادف میکنیم، مثل هر کاری، آشپزی دستمون رو میبریم بلد نیستیم، اول ذره ذره یاد میگیریم. پس اگر من خشمگین شدم، زمین خوردم، واقعا اون خشم اومد تو تن من که نیستم، یه روحه اومد تو تن من، قضاوت میکنیم دیگه، بعد خشم میاد. انگار ما وکیلیم یا قاضی هستیم. وکیل نه، قاضی هستیم، قضاوت میکنیم، خشم میاد، پیش خودمونم بگیم تقصیر من نبود، تقصیر طرف بود، خشم میاد. اونایی که مسیحی هستن، اونایی که واقعا میخوان این راه محبت رو برن، چیکار کنن؟ پس تجربه من این بود،
برای کسایی که ازشون خشمگین هستین دعا کنین، مخصوصا اسمشون رو در دعا ببرین و همینطور روزانه، شبانه یا فردا یا پس فردا همینطوری براشون دعا بکنیم. اون خشم رو ذره ذره روح خشم رو از تن ما میبره بیرون. بعد میگه محبت کینه به دل نمیگیره. چند بار شد که ما کینه به دل گرفتیم؟ وقتی کینه به دل گرفتیم نگفتیم که مثلا این کینه هست میاد تو دل من. یه جورایی میگیم ما دل ما شکست، اون روح کینه میاد، ولی ما میگیم نه، اون روح کینه نیست، اون دل من شکسته است. ولی پشت دل شکسته معمولاً، البته خب بعضی وقت دل میشکنه، فقط دل میشکنه، پشت اون دل شکسته یک کینه‌ای هم وجود داره معمولا. من از قلب خودم صحبت میکنم. یه روزی با خداوند داشتم صحبت میکردم راجع به کینه که خدای قلبم رو پاک کن. من اول فکر میکردم اگر من مثلا یه هفته به خدا فرصت بدم، کل کینه ها رو از تن من، از دل من همه رو میبره بیرون. این شکلی نبود. گفتم خدایا کینه رو از دل من ببر بیرون. یه دفعه انگار یه جایی رو دیدم که مثلا تو فیلم ها نگاه میکنیم یه سری رو میبرن شکنجه میدن. حس کردم یه حیات قدیمی بود، همین شکلی تو فکرم اومد، نه اینکه مثلا رویا دیده باشم، تو فکرم اومد. انگار فیلم سینمایی تا حالا چند بار نگاه کردیم، یه دفعه میرین تو فکر اون فیلم رو دوباره میتونین ببینین. این شکلی اومد تو ذهنم. دیدم یه جایی هست که ملت رو شکنجه میدن. من حس کردم خداوند گفت تو قلبت یه جایی هست که شکنجه خونه داری، ملت رو اونجا شکنجه میدی تو قلبت. یادمون باشه عیسی مسیح گفت اگر به یه خانومی، حالا یه آقایی، بد نگاه بکنیم، از یه طریق دیگه نگاه بکنیم، ما اون عمل رو تو قلبمون انجام دادیم. همه زمین میخورن. نگفت شما خیلی بدین که این کار رو میکنین، ولی گفت من میخوام بدونین، کس دیگر رو قضاوت نکنیم بگین طرف تن فروشه. ما خودمون تن فروشی کردیم تو قلبمون. به نظر من این رو داشت میگفت که همه ما گناهکاریم. عمل اصلی تو قلب انجام میشه. کشتن دیگران تو قلب انجام میشه. محبت با دیگران هم کجا انجام میشه؟ تو قلب ما انجام میشه. پس به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. اگرم کینه اومد ما تو دلمون نمیگیریم. اون روز متوجه شدم خدایا من تو قلبم شکنجه خونه دارم. تازه بدتر شد موضوع، بهتر نشد. یه دفعه دیدم که انگار زندان هست، من زندانبانم، تو قلبم زندانم هست. یه سری رو دستگیر کردم گذاشتم اونجا. بعد یه خورده جلوتر رفتیم دیدم که ای بابا تو قلبم قبرستونم وجود داره. یعنی چی؟ پیش خودم گفتم چند بار من به قلبم گفتم اون طرف برای من مرد. کجا مرد؟ تو قلبم مرد. خداوند میاد میخواد اون همونطوری که عیسی مسیح قدم میزد مرده ها رو زنده میکرد. اگر ما کسی رو تو قلبمون داریم که تا حالا کشتیم یا گفتیم برای ما مرده شد، از عیسی مسیح میخوایم همین الان بیاد اون طرف ها رو، اون آدم ها رو زنده کنه تو قلب ما. اگر کسی رو تو قلبمون زندانی کردیم، از محبت عیسی مسیح میخوایم به نام محبت خدای پدر، به نام محبت خودش، از طریق روح القدس بیاد اون کسایی که تو قلب ما زندانی شدن رو از زندان آزاد کنه. اگر تو قلبمون کسی رو شکنجه میدیم، همش نفرینش میکنیم تو قلبمون، خب یا تو فکرمون، تو ذهنمون، از عیسی مسیح میخوایم بیاد اونا رو آزاد کنه. به عیسی مسیح بگیم تو قلب من نمیخوام کسی رو شکنجه بدم، نمیخوام کسی رو لعنت کنم، نمیخوام کسی رو بکشم که قبرستون باشه، نمیخوام تو زندانی تو قلبم باشه. حساب بکنی من اگر بگم 5 نفر برای من مردن، پس 5 تا روح مرده یا فکر مرده تو قلب منه. خود من رو اذیت میکنه. عصبانی، حالا ما انسانیم دیگه، یه جورایی میاد. من همیشه من سوزی میگیم از طریق فیض خداوند، دست خداوند رو میبوسم. ما وقتی که حالا عصبانی میشیم، حالا یا من عصبانی میشم یا سوزی، برای ما
از طریق فیض خداوند معمولا 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. نه که داده بیدادا، همین که یه جورایی دل ما یه خورده مثلا نمیگم چرکی باشه، دل ما مثلا زیاد بسته شد، باز نیست برای هم دیگه. بعد از 5 دقیقه یا من عذرخواهی میکنم یا سوزی عذرخواهی میکنه، میگم بابا حالا یه تقصیر خودت بود یا تقصیر من، یا معمولا تقصیر هر دو تاست. نمیشه گفت تقصیر یکی. گفتم آقا فرقی نمیکنه تقصیر کی بود، بی بگذریم از این. دوباره بگیم آقا خیلی خوب، از اول شروع میکنیم. تا اونجایی که من میدونم تو قلبم کسی رو فکر نمیکنم الان تا امروز که اینجا نشستم کشته باشم، ولی البته خداوند میدونه. اگر هم دارم از خداوند میخوام که اون طرف رو زنده کنه تو قلب من، تو قلب شما. اگر کسی رو شکنجه دادیم از خداوند میخوام ما رو ببخشه. کسی رو لعنت کردیم فرق نمیکنه، از خداوند میخوام بهش برکت بده به اون طرف. پس بعد از اینکه برنامه تموم شد قشنگ برین چای هم برای خودتون درست بکنین. گریه و زاری هم نیست. حالا خب گریه هم آدم اومد. کاغذ و قلم بگیرین، بنویسین اسم کسایی رو که فکر میکنین یه جورایی تو قلبتون مردن یا تو زندانیان یا شکنجه بهشون دادین. حتی اگر اونا یه کارهای بدی هم کردن مقابل شما، فرق نمیکنه. نمیگم که آدمای خوب رو شما تو قلبتون انداختین، کسایی که بهتون بدی کردن اونا رو اسمشون رو بنویسین، یکی یکی بنویسین. خدایا من به این طرف برکت میدم اگر لعنتش کردم، اگر این طرف تو قلب من مرد ازت میخوام این طرف رو زنده کنی، برکت بدی. چون عیسی مسیح مرده ها رو زنده میکرد، کورها رو شفا میداد. کور فقط مسئله فیزیکلی نیست. اونایی که کورن نمیبینن به دیگران دارن بدی میکنن، نمیتونن روشنایی رو ببینن، فقط تاریکی رو میبینن. عیسی مسیح اومد چشمشون رو باز کرد تا روشنایی رو ببینن. پس از عیسی مسیح میخوایم ما رو ببخشه به خاطر اینکه تو دل ما کینه لونه کرد. از بعد به کینه میگیم تو قلب ما دیگه نمیتونی لونه کنی. قلب من، فکر من، زندگی من برای تو لونه نیست. قلب من، زندگی من، بدن من خونه خداونده. لونه خداوندم نیست، لونه کوچیکه، خونه خداونده. از خداوند میخوام که همین الان شادی بیاره تو قلباتون، تو قلبای ما، تو قلبای کسایی که حتی به ما بدی کردن، تو قلبای کسایی که تو زندان بودن تو قلب ما. اونا همه رو آزاد میکنیم، همه رو برکت میدیم. کسایی که به ما ضرر رسوندن همه رو برکت میدیم. چرا؟ چون نمیخوایم قلب ما دیگه سنگین باشه، فکر ما سنگین باشه. چرا این کارا رو میکنیم؟ چون اینجا میگه محبت بالاترین چیزه. گفت اگر تمام اموال خودتون رو به فقیرا بدین، محبت نداشته باشین، به شما هیچ سودی نمیرسه. بعد محبت رو برای ما دقیقاً گفت ریشه محبت چیه. یکی از ریشه های محبت اینه که محبت زود خشمگین نمیشه. پس یعنی چی؟ محبت آرامه. محبت تو دلش کینه نمیگیره. پس چی؟ محبت دلش همیشه روشنه. ما در خونه هامون بازه. معمولا ایرانی ها، معمولا همه ما ایرانی ها خیلی مهمون نوازیم یه جورایی. حالا اگه الان فرق کردی خورده به خاطر شرایطه، ولی ذات ما مهمون نوازیه. پس قلب ما باید مهمون نواز باشه. دوباره بگم مثل دوچرخه سواری زمین میخوریم، ولی میدونیم این راهیه که ما میخوایم طی بکنیم، راه محبت. خشم میاد، یادتون باشه تا دعا کردین که خشم از قلبتون بره، تا این دعا رو کردین معمولا یه چیزایی میاد بالا، شما فکر میکنید من بیشتر خشمگین شدم. نه، خداوند اجازه میده که بیاد بالا. ما تمام اون خشم‌ها و کینه‌ها رو میدیم به کی؟ به دست پرمحبت خدای پدر که خودش محبته. تا برنامه بعدی شما رو به دست پرمحبت خدای پدر میسپاریم. خدا نگهدار.